خب دوستان همراهان گرانقدر برنامه یاد خدا، ما توفیق داریم در این روزها که برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم درس‌ها و پیام‌های عاشورا و قیام سیدالشهدا بر اساس آیات نورانی قرآن رو بهش میپردازیم. الان هم مهمان عزیز و گرانقدر ما جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای هدایت هستن. آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما اسماعیلی عزیز، همه بینندگان عزیز، مردم خوب کشورم ایران. الحمدلله که در کنار همدیگه پای مکتب امام حسین علیه السلام عزاداری میکنیم و امروز مسیر امام حسین یعنی مبارزه با دشمنان رو ادامه میدیم. خیلی ممنون و متشکرم. یکی از شعارهای خیلی مشهور و معروف و محوری وجود نازنین سیدالشهدا هیهات من الذله است که خب مردم عزیز ما هم این شعار رو خوب یاد گرفتن و خوب بهش دارن عمل میکنن، حالا چه در گذشته و چه الان که مسائلی پیش اومده. این بر اساس آیات نورانی قرآن هست. من یک بررسی میکردم اونجا هدایت که سوره مبارکه نساء آیه 138 و 139 اشاره به عزت، اینکه عزت برای خداست و البته برای مؤمنین. به نظرم البته یک مقدار آیه رو تفسیر بفرمایید، توضیح کوتاهی بفرمایید، اگر صلاح می‌دونید آیه رو هم بخونید، شأن نزول اینها، بعد حالا در بخش بعدی بیشتر بهش می‌پردازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره نساء جزء 5 صفحه 100. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اون کسانی که کفار رو به عنوان ولی خودشون قبول میکنن. اولیا جمع ولی هست. ولی به معنای شدت قرب و اتصاله، یعنی به کفار متصل میشند، سعی میکنن که از اونها کمک بخوان، همه نیازهای زندگیشون رو وابسته به کفار هستند و کفار رو به عنوان سرپرست و رهبر خودشون قبول میکنند. بعد ولی مؤمنین رو نه، میگن مؤمنین به درد ولایت ما نمیخورن، به درد اتصال و رهبری ما نمیخورن. بعد خودم داره در رو تحلیل میکنه این کار غلط رو. ایبتغون عندهم العزة، اینکه به کفار وابسته میشن، اینکه متصل میشن. میدونین معنای ولایت رو بخوام همین الان خلاصه بگم 4 کلمه فارسیه: دلبستگی، وابستگی، پیوستگی، همبستگی. دلبستگی در قلب، در عواطف و احساسات، وابستگی در اندیشه، فکر، پیوستگی در رفتار. اینقدر مهمه که به ما گفتن کوچکترین رفتارتون شبیه کفار نباشه، شبیه دشمن نباشه. لا تشاکلوا بما شاکل اعدایی، لا تلبسوا لباس اعدایی، لباس اونا نپوشید، رفتارتون مثل اونا نباشه. پس پیوستگی یعنی شباهت در رفتار و همبستگی یعنی همجبهگی. جبهتون، حزبتون، اون مبانی حرکتیتون مثل اونا نباید باشه، جزء گروه اونا نباید باشه. بله. پس این 4 کلمه خدا میفهمد شما پیوسته، وابسته، دلبسته، همبسته کفار شدید. برای چی؟ برای اینکه دنبال عزت میگردین، از اونها میخواین عزت بگیرید. بعد خدا قاعده میده فإن العزة لله جمیعا. عزت فقط مال خداست. شما رفتید وابسته و دلبسته و پیوسته و همبسته کفار شدید تا از اونها عزت بگیرید. اشتباه رفتید. اونها هیچی عزت ندارن، اونها به شما ذلت میدن. خداست که فقط به شما عزت میده. حالا راجع به عزت باید صحبت بکنیم. در واقع همون عزت در مقابل ذلته که منم ابتدا اشاره کردم. بله دقیقاً، نقطه مقابل عزت ذلته. و انشاءالله میگیم فرق عزت با استکبار چیه. بعضی دنبال عزت میگردن، مستکبر میشند. اینم باید صحبت بکنیم. اول بگم محور کربلا عزته. اصلا امام حسین برای عزت وارد کربلا شد. من عین لحوف رو بخونم. خوبه که عزیزان من لحوف رو باز بکنن، بعضی از قسمتاشو برای بچه‌هاشون شب تو خونه بخونن. قد رکب اصحاب عمر بن سعد، اینا سوار بر مرکب شدن. امام حسین علیه السلام یه نفری رو فرستاد که اونها رو توصیه بکنه، موعظه بکنه و اینها. این رفت و برگشت. امام حسین فهمیدن فایده نداره، خودم باید به میدان برم و خطابه موعظه سنگین رو امام حسین انجام بدم. مذاکره هم نیست اینجا، نه موعظه است. میخوام اینم حل بشه. بله ببینید امام حسین حق مسلم، لشکر دشمن باطل مسلم. همیشه جبهه حق
بالا سر اعلونه، یعنی علو داره بر جبهه باطل. و جبهه باطل همیشه جبهه حق میخواد در برابر جبهه باطل بایسته تا جبهه باطل رو تسلیم حق بکنه. اینا خیلی مهمه. این عرایضی که دارم میکنم بسیار اهمیت داره. گاهی اوقات بعضیا تصور میکنن باطل در باطل خودش باشه، حالا ما یه ذره باش بده بسون بکنیم. این غلطه. همیشه جبهه حق دنبال اینه که باطل دست از باطلش برداره. اگر دست از باطلش برداشت، ما و اونها چی هستیم؟ یکی هستیم. ولی اگر بخواد روی باطل خودش پافشاری بکنه، ما هم بر حق خودمون پافشاری میکنیم و اگر لازم باشه مبارزه دائمی خستگی ناپذیر داریم، جهاد دائمی داریم تا اونها دست از باطل خودشون بردارن. بله. امام حسین علیه السلام موعظه شون کرد، یعنی میخواد اونها دعوت به حق بکنه تا اونها دست از باطلشون بردارن. توی اون دعوت به حقشون یه جمله‌ای فرمودن: الا و ان الدعی ابن الدعی قد رکز بین اثنتین. این ظالم، این انسانی که هیچ گونه انسانیت نداره، این منظور اینه، هیچ گونه انسانیت نداره، حیوان محض، به قول امیرالمومنین حیوان در صورت انسانه، من رو میخواد بین دو چیز منحصر بکنه، بگه هیچ راه دیگه نداره، یا این یا این. بین السلط و الذله، میخواد بگه یا مرگ یا ذلت. و این تصور میکنه ما چون از مرگ میترسیم پس ذلت رو میپذیریم. حالا ببین امام حسین چی میفرماید: هیهات من الذله، ما حاضریم بمیریم اما ذلیل نشیم. این کل شعار اسلامه. اسلام اجازه نمیده به مسلمان ها که ذره ای زیر بار ذلت برن، حتی برای زیر بار ذلت نرفتن جانشون رو تقدیم بکنن، هیچ اشکال نداره. حالا انشاءالله روایاتشون میخونیم که خداوند متعال به مؤمن هر چیزی رو اجازه داده در کارهای عادی، مگر اینکه تو بخواد بره تو زیر بار ذلت. این یکی اجازه نداده، گفته تو حق نداری زیر بار ذلت بری، من اینو به تو اجازه ندادم. حالا توضیح میدم. بعد امام حسین علیه السلام فرمودن میدونید چرا ما این شکلی هستیم؟ هجور طابت و طهرت، چون مادراشون پاک بوده، چون خانواده اصیلی داشتند. همینجا من دلم نمیاد رد بشم. آی مادرای عزیزی که دارید صدای منو میشنوید، ما رو تماشا میکنید، من واقعاً باید بگم شما ما رو عزیز بار آوردید. این ملت اصیل ایران مادران شجاعی داشت که امروز پای حق ایستادن و ذره‌ای حاضر نشدن ذلت پذیرش جبهه باطل رو به خودشون تحمیل بکنن، اصلاً حاضر نشدن. بعد امام حسین علیه السلام نکاتی میگن، من ازش بگذرم. من فقط توی این چند لحظه کلمه عزت رو یه توضیح بدم. بله. عزت معنی نفوذناپذیریه. عرب وقتی دستی چرب باشه، آب ازش رد میشه، میگه این دست عزیزه. سنگ سخت سفت رو که آب میاد سر میخوره، عرب میگه ارزن عزاز. این زمین نرمی که تا آب میاد به خودش میکشه، به خودش جذب میکنه، این زمین ذلیله. انسان‌هایی که شخصیت ضعیفی دارند راحت کمک دیگران رو میپذیرند، نفوذ پذیرند و وابسته به این اون هستند، اینا آدمای ذلیلی هستند. اونایی که نسبت به مردم استغنا دارند و عرض حاجتشون رو در خدا میبرند، میگن خدای من بنده تو هستم، من در برابر تو ذلیل حقیر مسکین مستکین، اما در برابر مردم قوی هستن. من به شما بگم امروز ذلیل ترین انسان ها در برابر خدا، قوی ترین انسان ها در برابر مردمه. امام زمان ذلیل ترین بنده در برابر خدا، قوی ترین انسان ها در برابر خلقه و یاران امام زمان و همین عزیزانی که امروز در جبهه مقاومت و ایران اسلامی دارن در برابر این مستکبر جهانی یعنی اسرائیل مقاومت میکنن. اینا عزت دارن، نفوذناپذیرن. چقدر دنیا میخواست که ما دست از حق خودمون بکشیم،
از ارزش‌های خودمون دست بکشیم، از حقوق خودمون، از حقوق بین‌المللی خودمون دست بکشیم. ما این کارو نکردیم. ما گفتیم ما نفوذناپذیریم، به شما هم احتیاجی نداریم. به میگن عزت. بله. و اینکه حالا هزینه‌ش هم میپذیریم دیگه. قاعدتاً هزینه داره. عزیز بودن، عزت داشتن هزینه داره و قطعاً این رو بدونید ثمرات و نتایجش از ذلیل بودن خیلی خیلی بیشتر هست و این حالا اگر در فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم دوستان یک جستجو بکنن به راحتی میتونن پی ببرن به این موضوع. همچنان با شما هستیم. بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم گفتگومون رو با حاج آقای هدایت ادامه میدیم که حالا داریم کمک میگیریم از آیات نورانی قرآن و اون رو مرتبطش میکنیم با قیام امام حسین علیه السلام در خصوص آیات 138 و 139 سوره مبارکه نساء. در خدمت حاج آقای هدایت هستیم، مباحثشون رو بیان کردن، یه توضیح کوچولو در مورد آیه دادن و اینکه چجوری مرتبط میشه با قیام امام حسین علیه السلام. ادامه مطالبتون رو بفرمایید جان. تو روایت داره که فالمؤمن عزیزا من کان یرید العزة فلله العزة جمیعا. تو روایت ذیلش داره المؤمن یکون عزیزا، مؤمن عزیزه ولا یکون ذلیلا. مؤمن نمیشه ذلت پذیر باشه. گفتم ان الله فوض الی المؤمن کل شیء. متن روایت اینه خداوند متعال هر چیزی رو به مؤمن واگذار کرده الا اذلال نفسه، مگر اینکه مؤمن بخواد خودش رو ذلیل بکنه. تو بگم خود گناه کردن یه نوع ذلت نفسه، نفوذ پذیری شیطانه. یعنی همیشه دیگران بیرون مقصر نیستن برای ذلت ما، خود ما هم هستیم. اینکه ما وسوسه شیطان رو بپذیریم، شیطان رو به خودمون راه بدیم، این یه نوع ذلته. حالا اینکه من حالا یه نکته بگم، از محور عزت توی عالم خانواده پیغمبر و اهل بیتن. از اون ابتدایی که پیغمبر اکرم دین خدا رو عرضه کرد، هی سعی کردن تو پیغمبر نفوذ پیدا بکنن. مادام پیغمبر گفتن خانم میخوای ازدواج میخوای بکنی، بهترین خانم رو از خودمون بهت میدیم، پول بهت میدیم، مقام بهت میدیم، هر چی بخوای بهت میدیم، تو دست از این ادعات بردار. پیغمبر فرمودن همه دنیا رو میخوای به من بدی، دنیا رو توی دستم، عالم رو توی دستم، من دست بر نمیدارم. این میشه عزت، نفوذ ناپذیری. تو دست از حق نکشی. امیرالمؤمنین، یاران امیرالمؤمنین حضرت ابوذر حق میگفت، بهش گفتن ساکت بشو، دهنتو ببند، هر چی بخوای بهت میدیم. ابوذر قبول نکرد که تبعید شد ربزه. میخوام بگم عزت حسینی مال خانواده پیغمبر اکرمه و مؤمنین. همه مؤمنین این عزت رو دارن، عزت حسینی رو. چی کار بکنیم ما هم اهل عزت بشیم؟ اولین مرتبه عزت بی‌نیازی از غیر خداست. باب الاستغناء عن الناس. تو نیازتو در خونه کسی نبر. شما الان ما واقعا به دنیا نشون دادیم ما هر چی خواستیم خودمون تأمین کردیم، در خونه هیچ کسی نرفتیم. میدونید امروز این رشادت هایی که جوانان ما در میدان مبارزه با صهیونیست انجام دادن، توانش توان داخلی بود. ما نرفتیم از کشورهای مختلف دنیا تسلیحات جمع بکنیم، اینجا دپو بکنیم و بعد جنگ بکنیم. خودمون ساختیم. این میشه عزت. خودمون ساختیم. یادمون باشه همینجام بگم استغناء از دیگران و نهایت گدایی و وابستگی به خداوند متعال. واقعا این جوان، من آیه اسماعیلی، من با دانشگاه در ارتباط هستم. همین جوانایی که تو صنعت، توی اقتصاد، جاهای مختلف رشادت نشون دادن، تو مسائل نظامی، خدا شاهد من نماز شبشون رو دیدم، خدا شاهد من اون خلوصشون رو دیدم، نمیتونم بیانش بکنم. اینا بنده های خالص خدا بودن که به این موفقیت ها رسیدن. دانشمندان عزیز هسته ما که همین الان بین ما هستن به لطف خداوند متعال. و برخیشون هم شهید شدن. باید یادشون بکنیم. پس اولین امیرالمؤمنین فرمودن العزیز به غیر الله ذلیلون. کسی که بخواد به غیر خدا عزت جمع بکنه این قطعا ذلیله. نکته دومی که راه دوم عزت که بخوام بیان بکنم، درک نصرت الهیه. این که بفهمیم خداوند متعال همه کار است. تو روایت داره العز ادراک الانتصار. میخوای عزیز بشی بفهم که اگر در راه خدا قدم برداری خدا کمکت میکنه. اگه خدا کمکت بکنه به هیچ کس دیگه نیاز نداری.
کاملا غنی بی‌نیاز میشی از دیگران. داره که یکی از پادشاه‌ها از جلوی حرم یکی از اهل بیت داشت رد میشد، یک گدای اونجا بود. اون گدا هم از همه گدایی میکرد، از اون پادشاه هم گدایی کرد. اون پادشاه گفت چند وقت اینجا هستی؟ گفت مثلا اینقدر سال. اون پادشاه گفتش که تو نتونستی یه گدایی درست بکنی از این امام که چشمت رو بگیری؟ اون چیزی نگفت. اون پادشاهی کاری کرد اون مضطر بشه. گفت من میرم زیارت رو برمیگردم، اگه چشمت درست نشده بود من سرتو میزنم. یعنی نابینا بود، بهش گفت که باید مثلا از امام بیناییت رو بگیری. این پادشاه طرف این مضطر شد و گفتش که تو یقینا میتونی منو شفا بدی. اینکه پادشاه و اینقدر ظالمه به شفا دادن تو اعتقاد داره. من چقدر ضعیف بودم که این همه سال اینجا بودم اما با اعتقاد از تو نخواستم، الانم جونم در خطره. این حالت اضطرار، این حالت درک نصرت امام باعث شد که چشم شفا پیدا بکنه و دیگه نخواد سوال بکنه و گدایی بکنه از دیگران. میخوام اینو عرض بکنم، بفهمیم که خدا همه کار است، بفهمیم که خرمشهر رو خدا آزاد کرد. این حالت این که ما این موضوع رو بفهمیم که موشکای ما کاری نیست، قدرت نظامی ما کاری نیست، خدا همه کار است، اون نصرت الهی جاری میشه. پس عزت درک انتصار الهیه. نکته بعدی اطاعت از خداست. داره که خداوند متعال دائما میفرماید انا العزیز فمن اراد عزت دارین فلیطع العزیز. من عزیزم، من نفوذناپذیرم. میدونین سوره قل هو الله که روز 10 مرتبه حداقل میخونیمش، میگه الله الصمد. صمد یعنی چی؟ این نفوذناپذیر، یعنی بی نیاز، یعنی هیچ کس نیست به خدا بخواد کمکی بکنه. خدا از کمک عالم بی نیازه. این میشه عزت. خب حالا اگر کسی میخواد اسم صمد الهی توش قرار بگیره، اونم مانند خدا صمد بشه، شبیه خدا عزیز بشه، باید اطاعت از خدا بکنه. اطاعت از خدا آدم رو عزیز میکنه. و آخرین نکته همراهی حق. ما ترک الحق عزیز الا ذل. اگر شما الان عزت داری، الان الحمدلله نفوذناپذیر هستیم، هیچ کسی بر ما مسلط نیست از طاغوت، به این شرط که همراهی بکنیم با جبهه حق. اگر یه روزی دست از حق اون بکشیم، اگر یه روزی دست از عزت اون بکشیم، اگر یه روزی بگیم یا ما چرا دیگه اینقدر مثلا فرض بگی بخوایم تو مسیر حق باشیم، یه ذره مسیر باطل هم امتحان بکنیم، چه خبره، اون طرف چه خبره، این طرف چه خبره. به محض اینکه دست از باورها و اعتقادات و ارزشات بکشی ذلیل میشی. حضرت اینجوری فرمودن. خب نکات دیگه ای هست ولی من چون میدونم فرصتمون کمه، این نکته از حضرت زینب سلام الله علیها میخوام بگم. میخوام اینو عرض بکنم. حضرت زینب سلام الله علیها نماد عزته. میدونید بعد از حادثه کربلا خب خیلی ضربه به خانواده امام حسین خورد. حضرت زینب سلام الله علیها وقتی وارد کاخ عبیدالله شدن و همچنین کاخ یزید، هر دو جوری وارد شدن که اینها گفتن من هذه المتکبره یا من هذه المتنکره، هر دو توی نسخه اومده. یعنی کسی که اون جلال و شکوه ظاهری ما اصلا توشش نفوذ نمیکنه، جوری وارد شد که این اصلا اسیر نیست، اصلا ما رو حساب نکرد، جوری وارد. این میشه عزت. بعد اون ظالم خبیث به حضرت زینب سلام الله علیها خطاب میکنه، میگه دیدید چه بلایی سرتون خدا آورد، دیدید چقدر شما مفتضح شدید. حضرت خیلی محکم فرمودن انما یفتضح الفاسق، شما مفتضح شدید، ما رأیت الا جمیلا. یعنی اون درد و رنج و اون استهزا و اون ثروتی که اینا برای خودشون جمع کرده بودن اصلا رو از زینب اثر نمیذاره. میگه ما که همش زیبایی دیدیم، ما که برتر بودیم، ما که پیروز هستیم. بعد از زینب فرمودن که به یزید فرمودن کد کیدک وسع سعیک، همه تلاش خودتو کردی بازم بکن، تو نمیتونی یاد ما رو از بین ببری، ما پیروز هستیم، تو نابود میشی. این میشه عزت. بسیار خوب. خیلی ممنونم از شما حاج هدایت، استفاده کردیم و الحمدلله رب العالمین که ما این عزت رو دیدیم در بین بزرگانمون از دوران انقلابمون، امام راحل عظیم الشأنمون
و شهدای بزرگوارمون و امروز که پرچم این انقلاب به دستان با کفایت رهبر عزیز و بزرگوار و فرزانه انقلابمون هست، در نهایت عزت و سربلندی است که انشالله منتهی خواهد شد به قیام جهانی وجود نازنین امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. ممنونم که امروز هم در کنار ما بودید، یاد خدا رو دیدید. همیشه یاد خدا رو در زندگی داشته باشیم که